رسانه‌ها به ویژه حالا مثلا توی حوزه ورزش چقدر میتونن رو مخ بازیکن‌ها برن داغش کنن، یه موضوع رو یکی رو بزنن زمین، یکی رو بیارن بالا. من این از زبان احمدرضا عابدزاده دارم نقل میکنم. میگفت تفاوت من و بهزاد غلامپور از فنی خیلی چیزی نه، اصلا شاید بهزاد از من بهتر بود توی سری ویژگی‌های گلری، اما بهزاد همینی که شما میفهمید. خود این از زبان احمدرضا عابدزاده است. بله بریده متأثر بود از انتقادات رسانه‌ها فلان، روش تاثیر میذاشت. احمدرضا خیلی قشنگ توضیح داده. گفت اگه بهزاد غلامپور لحاظ فنی می‌خواستی با من مقایسه کنی از من بهتر بود. اما میگه بهزاد اصلا آنالیز کرده بود، چرا قشنگ آنالیز کرد. میگه بهزاد غلامپور وقتی توی دروازه میایستاد هی فکرشو درگیر میکرد. الان تماشاگر چه فکر، اگه توپ بیاد گل بخورم چی، اگه شوت بزنم بره تو دروازه‌ام چی، اگه نتونم اینو مهار کنم چی، اگه اونجا این اگه ها آخرش هم گل علی کریمی میشه. به علاوه میگه وقتی که گلم میخورد بهزاد بهم میریخت. میگه من اصلا برام مهم نبود 5 تا بخورم 2 تا بخورم، سکو چی میگه، این فوش میده، اون توهین میکنه. تو زمین که میرفتم، چرا بیرون زمین آقای عابدزاده برخورد فیزیکی هم داشته با عکاسا خبر، ولی میگه تو زمین که میرفتم پاک میشد همه چیز، ذهنم فقط میرفت تو زمین. گلم میخورد قوی باشی از نظر ذهنی. از نظر ذهنی خیلی قوی بود دیگه. میگه گلم میخوردم انگار نه انگار. شما اون استرالیا خودش یه فیلم سینماییه، ملبورن، خدا عزیز گل عجیب غریب میزنه، کریم باقری گل میزنه، اصلا ما رو امیدوار میکنه، ولی احمدرضا عابدزاده همه کار میکنه تو اون بازی. توپ میگیره با یه دست، اون مهارتش نشون میده، ملق میزنه، نمیدونم نمایش اجرا میکنه، یعنی بازی کرد. 90 دقیقه احمدرضا عابدزاده مثل یه قهرمان یا حتی ضد قهرمان ظاهر شد. نقش اول این فیلم و فیلم حماسه ملبورن رو برای ما بازی کرد با اون سرمربی که تیم ملی داشت اون موقع. اصلا خیلی نیمکت اون خودش هم به نظر من اون همون برای تعریف احمدرضا عابدزاده و یه افسانه دروازه‌بانی اون فیلم کار